بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. عزیزان، امروز خواستم همراه شما درباره فضیلت ماه شعبان و این چنین آمادگی بر رمضان صحبت داشته باشم. چه عملهایی هست که ما باید در این ماه شعبان انجامش دهیم و چه خیلی میدونید الکی نهم ماه شعبان است و پس از 20 روز و یا 21 روز مایان داخل ماه رمضان می شویم و ماهی مبارک پرشکوه رمضان مهمان خانواده یکایک ما و شما می شود و سالی گذشته که چقدر زود گذشت حتی درک هم کرده نتوانستیم که می داند شاید امسال از آن هم شاید زودتر گذرد. برای همین از حاضر از خود حال ما باید آمادگیش را داشته باشیم. اولا درباره فضیلت ماه شعبان. ماه شعبان از ماه‌هایی هست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند، حدیث در نسائی هست که در این ماه عملها به سوی پروردگار برآورده می شود و من دوست می دارم که عملهای من بالا برآیند در حالی که من روزه‌دار هستم. و حضرت عایشه هم در صحیح بخاری مسلم میگویند من پیامبر را همان گونه‌ای که در شعبان روزه زیاد میگرفتند در دیگر ماه‌ها ندیده بودم و ما رأیته اکثر منه صیاما فی شعبان، یعنی همان گونه‌ای که زیاد در شعبان روزه میگرفت در دیگر ماه‌ها روزه نمیگرفت. حتی در حدیث دیگر میگویند کان یصوم شعبان کله، او تمام شعبان رو روزه می گرفت که بعضی علما میگن از اینکه اینقدر زیاد در شعبان روزه می گرفتن حضرت عایشه حتی گمان کرده بودن که تمام شعبان پیامبر روزه دار بودن، یعنی در ماه شعبان پیامبر خیلی زیاد روزه می گرفتن و علمای هم هستن که میگویند فضیلت روزه در ماه شعبان بالاتر است از فضیلت ماه‌های حرم. از ماه‌های احترامی خاصش را داشته مثل ذوالحجه و ذوالقعده و از ماه رجب و از ماه محرم که پیامبر تقریبا تمام این ماه‌ها رو روزه می‌گرفتن، روزها رو روزه می‌گرفتن. و این چنین درباره لیل شب نصف شعبان احادیث خیلی زیاد است، متاسفانه اکثریتش ضعیف است و بعضی از آنها رو از جمله حدیثی که در بیهقی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند در نصفه ماه شعبان پروردگار از بنده هایش اطلاع می یابد و یعنی نزدیکتر از دیگر وقت می شود و گناه تمام مؤمنان را می بخشد به جز دو گروه، یک گروهی که از مسلمان های به شرک آلوده هستند و دیگر مشاهین که با هم قهری هستند. یعنی تابعین هم بودن که شب 15 شعبان را که دربارش در یوتیوب هم می توانید نواری را پیدا کنید، این شب را با عبادت می گذرانیدن، ولی دعای مخصوص یا 2 رکعتش از 1000 رکعت بهتر یا یک نماز مخصوص یا شب نشینی های مخصوص از یگان صحابه و تابعین پیامبر آمدگی نیست که در نصفه شعبان خیلی که شب برائت گفته همه می نشینن این گونه یک عنعنه های خاص یا عبادت های خاص داشته باشد. نه فقط این شب مثل شب های عادی نیست و در این شب پروردگار گناه های مؤمنان را می بخشد تا می توانید در تنهایی خودتان عبادت کنید و با پروردگار راز و نیاز کنید که این حدیث را مثلا بعضی از علما صحیح کردگی هستند، از جمله ابن حبان و خطا نکنم امام البانی هم حدیث را حسن کرده و حتی صحیح کرده هستند. حدیثی که نصفه یعنی 15 شعبان گناه های مؤمنان بخشیده می شود، یعنی شبی مخصوصی است. یگانه اگرچه پیامبر شعبان را روزه زیاد می گرفتن، از پیشواز روزه رمضان 1 روز 2 روز یا اینکه در شعبان روزه نگرفته وقتی که ماه شعبان نصف شد از 15 وای طرف روزه‌گیری را منع کرده هستند که در این باره هم حدیث هم در صحیح بخاری هست هم در دیگر کتاب‌های سنن که بعد از شعبان 15 روز شدن مخصوص روزه را شروع نکنید یا 1 روز 2 روز پیش از رمضان مخصوص روزه را نگیرید که روزهای شک است و حتی این مانندی دارد به نصرانی ها که نصرانی ها روزه خود را از 30 روز به 50 و 100 کرده بودند، 10 روز پیش از ماهشان، بعد 10 روز باز بعد از آن می گرفتند و خود از خود روزهای روزه را زیاد کرده بودند. همین گونه پیامبر صلی الله علیه و سلم در ماه شعبان مخصوص روزه پیشواز رمضان گرفتن یا اینکه بعد از 15مش مخصوص روزه گیری را منع کردن. اما بقیه شما از اول شعبان روزه را شروع کردید و تا آخر ترش بردید باکی ندارد، اما 1 روز 2 روز پیش از پیشواز رمضان نباید روزه بگیرید.
و در همین ماه حدیث حضرت عایشه است در بخاری که حضرت عایشه میگن من قضاهایم رو به خاطر اینکه در خدمت پیامبر بودم و با پیامبر مشغول بودم در ماه شعبان تمام میکردم. یعنی خواهرانی که از رمضان گذشته تا امروز قضا نگرفتید حتما باید قضایمان را این ماه تمام کنیم، برای آنکه در نزد جمهور علما بجز مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه با آثار عبدالله ابن عباس هر زنی که 1 سال میگذرد و به سبب به یگان کسلی و به سبب قضایش را نمیگیرد او گناهکار میشود. بعد از رمضان هم قضایش را میگیرد هم کفاره میدهد. یعنی زنهایی که از روی سهل انگاری و بے پرواگی قضایشان را نگرفتن اگر در همین شعبان هم قضایشان را نگیرند آنها هم گناهکار میشوند، هم بعد از رمضان بجز اینکه قضا میگیرند کفاره هم میدهند که به هر یک روز یک کمبغل را سر میکنند. یعنی خواهران قضادار هم حتما باید قضای رمضان پیشترشان را یا گذشتهشان را این ماه بگیرند. چیز دیگر درباره آمادگی به رمضان میدانیم که وقتی در پیش ما یگان روز مخصوص داریم، یگان چاره‌بینی مخصوص داریم، حتما به آن آمادگی میبینیم. و چی رسد به ماه رمضان، ماهی که در آن شب‌های قدر است که پروردگار میگوید لیلة القدر خیر من 1000 شهر، یک شب قدر عبادتی شب قدر از 1000 ماه از 84 سال بهتر است میگوید. و چه خیلی میدانید در حدیث ها که ماه رمضان از ماه‌های هست که شیطان ها بسته می شوند، دیگر شیاطین به شما یگان وسوسه نمی کند. ماه رحمت نزول پروردگار است که در این ماه در ماه‌های علل خصوص در شب‌های قدر شب‌های رحمت پروردگار است. دعا در این ماه اجابت است، رحمت الله شامل بندگانش است. یعنی این ماه رو در دیگر 11 ماه اصلا پیدا نمی‌کنیم. یعنی یک روزهای مخصوص عبادت، یک روزهایی که شما دیگر فرصت دارید برای تنها ماندن با خودتان، تنها ماندن با پروردگارتان، دور شدن از دنیا و از اهل دنیا داشته باشید و به این باید آمادگی گیریم. اولین آمادگی البته باید با اخلاص که من این رمضان را فقط به خاطر الله با عبادت میگذرانم، نه به خاطر آنکه خویش و تبار من، یار و دوستان من، خانواده من روزه میگیرند من هم باید روزه گیرم، دوستها نماز میخوانند من هم نماز میخوانم. نه، مخلصاً لله باید همین ماه را با خود عهد و پیمان کنیم که یگانه برای رضایت پروردگار من این ماه را با روزه و با عبادت میگذرانم. چه خیلی که در حدیث آمده است هر کسی که رمضان را با ایمان و احتساب که پروردگار اجرش فقط از تو باشد گذرانید، پروردگار تمام گناههای او را میبخشد. چیزی دیگر عزیزان، در این ماهی هست که یعنی روزهایی هست که دیگر نمی آید و خیلی انسان‌های هستن که همون گونه‌ای که پیشتر زندگی داشتن در رمضان هم زندگی میکنن. 8 ساعت کار میکردن در رمضان هم 8 ساعت کار میکنن. چند ساعت تلویزیون میدیدن یا تلفن میدیدن همون گونه در رمضان هم میبینن. مهمانی هایشان زیاد بود و به خانه دعوت کنی هایشان زیاد بود و شبها رو به خواب و غفلت میگذرونن. رمضان هم همین است، فقط در روز همین که گرسنه هستن. اما شب‌های رمضان مثل شب‌های دیگر نیست، روزهای رمضان مثل روزهای دیگر نیست. کارهایی که شما در تمام سال انجام میدادید باید برای خود در این ماه برای خود آن کارها رو منع کنید. بگوید نه، در این ماه هر چی کمتر من به مهمانی میروم و به خانه مهمان میآورم، هر چی کمتر در این ماه من و کارهای بیهوده یا حتی کارهای دنیوی باشد هم. یعنی اهل ایمانی هستند که در یک ماه رمضان از همه کارهای دنیا دست میکشند، حتی برای خود مثلا یک چند روز ملخصی میگیرن یا اتپوسکه میگیرن از کارشون که من همین ماه را با عبادت گذرانم. آدمایی که مثلا کارشون علاج نیست که از آن ملخصی گیرند و در رمضان عبادت کنند، میگم دیگر علاج ندارد. اما آنهایی که خودتان امیر خودتان هستید، کارتان در دستتان هست، تا میتوانید در همین رمضان با کار نیو به عبادت وقت صرف کنیم، با کارمون نیو به عبادت وقت صرف کنیم، چون این ماه برکت و رحمت پروردگار است که میداند که با عبادت همین ماه ها شاید پروردگار تمام سال آینده ما رو پر از برکت کند.
تمام سال آینده ما را پر از برکت کند و عملهایی که همه روز انجام میدادیم بیاید در ماه رمضان با خود عهد کنیم که این عملها برای من در رمضان حرام است. این کارهای همیشگی را در رمضان نمی کنم، چون در رمضان من باید برای خود برای ختم قرآنم وقت جدا کنم، برای نمازهای نافله جدا کنم، برای شب زنده داری وقت جدا کنم، روزش برای یک چند ساعت خواب کردن که شبش با قوت خیزم و نمازهای تهجد خونم وقت جدا کنم. باید یک نقشه خوبی داشته باشیم، یعنی نگذارید روزهای رمضان مثل روزهای معمولی همیشگیتان گذرد. چیز دیگر عزیزان درباره تعلیم قرآن و علم آموزی، پیامبر با حضرت جبرائیل ماهی رمضان را مخصوص قرآن کرده بودند. علل خصوص سالی که پیامبر وفات کردند 2 بار قرآن را به جبرائیل گذرانیده بودند و این ماه را ماهی مدارست القرآن هم میگویند. ماهی درس با درس گذرانیدن یا ماهی درس قرآن، ماهی که شما باید خود را به قرآن دهید. بعد از این هم تمام سال هم، اما علل خصوص در رمضان پیامبر کل قرآن را به جبرائیل یا اینکه حتی قرآن را 2 بار به جبرائیل گذرانیده بودند علیه الصلاة و السلام. برای همین حتما برای قرآن هم وقت جدا کنیم. فقط روحانی که در داخل چی است نه، بیاید به خواندن تفسیر، به خواندن معنای آن یا اینکه به گوش کردن تفسیر و در قرآن الله چی میگوید، همین ماه را ما هم مثل پیامبر صلی الله علیه و سلم برابری روزه و نماز برای قرآن هم وقت جدا کرده باشیم. چیز دیگر عزیزان، این ماه خیرم هست. پیامبر صلی الله علیه و سلم حدیث عبدالله ابن عباس هست که میگویند در رمضان خیر پیامبر مثل ریح مرسله بود، یعنی باد فراگیری که همه جا رو فرا میگیرد، همین گونه خیر پیامبر فرا میگرفت، به همه خیرشون میرسید. کی میداند خویش و تبارهای دور و نزدیک هستیم که تمام سال از آنها غافل بودیم، اما آنها به کمک ما نیاز دارند یا به دستگیری ما نیاز دارند یا به یک محبت و مهربانی ما نیاز دارند. حتما باید از خیری که میکنیم یا از مهربانی که میکنیم به اون خویش و تبار خود هم برسیم و به محتاجان برسیم، که این هم سنت است، هم خیری هست که مثل خیر دیگر ماها نیست. یعنی اجر خیراتی که در رمضان میکنید اصلا مثل خیراتی که در غیر رمضان میکنید نیست. چیزی دیگر درباره ترک گناه، تمام سال انسان از گناه دست کشیدنش خیلی مشکل است. خیلی میدونید یکی نفس داخلی ما هست اماره بالسوء، دیگر انسان هایی هستند که از جنسی اینس باشند هم اما شیطان صفت هستند که ما رو به گناه دعوت میکنند. دیگر شیطان دیگر خناس پنهان که همیشه به ما وسوسه میکند و ما از گناه ها دست کشیده نمیتوانیم. و با رحمت پروردگار شیطان های جنی زنجیربند هستند و شیطان های انسی هم تقریبا ضررشان مثل دیگر ماها به ما نمی رسد. یگانه ما میمانیم و نفسمان در ماه رمضان. برای همین بیایید با خود عهد و پیمان کنیم که گناه هایی که می کردیم، گناه های پنهانی که هر کس، ولی الانسان علی نفسه بصیرا ولو القی معاذیرا، هر انسان به نفس خود، به شخصیت خود با خبر است، هزار یک عذر بیارد هم و خودش میداند که کی هست. هر گناهی که میدانیم که ما همون گناه ها داریم بیایید در رمضان ترک کنیم، با خود عهد کنیم وقتی که فرصت است و شیطان ها زنجیر بند هستند و شیطان های انسی هم ضعیف هستند، بیاید ترک کنیم. فرصتی باشد که یعنی پس از رمضان هم به آن گناه برنگردیم، چه از تماشای فیلم های فحش باشد، چه از بیهودگویی باشد، چه از غیبت باشد، چه از تنبلی باشد. هر گناهی که میدانیم عیب ما هست بیاید تصمیم گیریم از حاصلی که در رمضان به آن دست نمیزنم و بعد از رمضان هم الکی شما 30 روز که به آن دست نزدید همین گونه عادتی باشد. چون پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن وقتی شما قول زور و با زبان اذیت دادن و ظلم را ترک نمیکنید، به گرسنگی شما پروردگار یگان نیازی ندارد. یعنی زیادی گناه های ما از زبان است. از حاضر بگویم که من زبانی خود را کنترل میکنم، من به این گناه دست نمیزنم، با زبانم چه اهل خانواده‌ام چه دیگران باشد من آزارش نمیدهم. تصمیمی از حاضر داشته باشیم که چه گناهایی داریم که در رمضان عهد و پیمان میکنیم که دیگر به آن بر نمیگردیم، بعد از رمضان هم دوام خواهیم داد. و علل خصوص عزیزان اونه که برکت رمضان ما رو میگیرد، تلفن دستی ایمان. بیاید یک ماه برای خود
با تلفن قهری شدن رو عهد کنیم که بگویم من به همین تلفن فقط در حالتهای ضرورت دست میزنم. همیشه خیلی که از خوابم خیزم میبینم، پیش از خوابم میبینم، در راه میبینم، در جای نشستم میبینم، این گونه به چهره تلفنم نگاه نمیکنم. چون تلفن اساس دزدی برکتی وقتی ما علل خصوص رمضان ما میشود، با یک نگاه کردن به تلفن بعضن فراموش میکنیم که دقیقه های رمضان چگونه سپری شده ایستادن. یعنی عهد کنیم که ما در رمضان با تلفن خود هم قهری هستیم که به آن در حالتهای فقط نادر دست میزنیم. با همین آمادگی ها خیلی امید دارم که بنده هم عمل کننده باشم. انشاءالله به امید الله یگانه رمضانمون با برکت خواهد شد. بعد از رمضان هم برکت رمضان در زندگی ما اثرگذار خواهد شد. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و حتما باید در دعا هم باشیم که پروردگار ما را به رمضان صحت و سلامت برساند و عبادت رمضان را خالصانه برای ما نصیب بگرداند. آمین.